یه شهری رو مولانا داره توصیف میکنه، در مورد یه شهری صحبت میکنه. میگه که دیده عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که آنجا کم رسد عاشق و معشوق فراوان است. عاشق کم میاد، معشوق از در و دیوار داره میریزه. انگار عاشقا دارن ناز میکنن به جای معشوقا. که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا، که تا دلها خنک گردد که دلها سخت بریان است. نباشد این چنین شهری، در واقع همچین شهری وجود نداره، ولی باری کم از شهری که در وی عدل و انصاف است و معشوق مسلمان است. که این سو عاشقان باری چو عود کهنه می سوزند. در این جایی که ما هستیم عاشقان مانند عود کهنه، عود خشک می سوزند. چون عود یه چوبه دیگه، اصلش چوبه که بعد با اون چوبه میان از این عودا درست میکنن. و اگر عود خیس باشه، چوب عود خیس باشه که نمیسوزه، باید کهنه باشه تا بسوزه. که این سو عاشقان باری چو عود کهنه میسوزند و آن معشوق نادرتر کزو عاشق کزو آتش فروزان است. یه سوی خلاصه یه عود کهنه‌ایه که میسوزه که اینا عاشقان هستن، و یک سوی دیگه هم اون معشوق نادر که آتش افروزه، آتیش روشن میکنه. خداوندا به احسانت به حق نور تابانت مگیر، یعنی منو مؤاخذه نکن، منو سرزنش نکن، منو مجازات نکن. خداوندا به احسانت به حق نور تابانت مگیر، آشفته میگویم که دل بی تو پریشان است. تو مستان را نمیگیری، پریشان را نمیگیری، بعد میگه خنک آن را که میگیری. خوش به حال اون کسی که یقش رو به قول خودمون میگیری، که جانم مست ایشان است. اگر گیری ور اندازی چه غم داری چه کم داری. اگر ور بیاندازی ما رو، نابودمون کنی، یا بگیری ما رو مجازات کنی، چه غم داری چه کم داری. که عاشق چون گیاه اینجا بیابان در بیابان است. بخندد چشم مریخش مرا گوید نمی ترسی. مریخ جنگجوی فلکه، اصلا همه جنگ و خونریزی ها زیر سر مریخه. بخندد چشم مریخش مرا گوید نمی ترسی. نگارا بوی خون آید اگر مریخ خندان است. دلم با خویشتن آمد، یعنی به خودم اومدم. وقتی که به خودم اومدم دلم با خویشتن آمد، شکایت را رها کردم. هزاران جان همی بخشد چه شد گر خصم یک جان است. اگر یک جان از ما میگیره 1000 تا جان میبخشه. من به خاطر همین شکایت رو رها کردم. او کسی نیست که مثل تنگ نظران، مثل کوتاه بینان دستش به این باشه که از ما چیزی بگیره. اگر در ظاهر چیزی داره میگیره 1000 برابرش رو به تو میده. دلم با خویشتن آمد، شکایت را رها کردم. هزاران جان همی بخشد چه شد گر خصم یک جان است. منم قاضی خشمالود. تو هر بیتی یه شگفتی وجود داره، آدم رو با یه شگفتی روبرو میکنه. منم قاضی خشمالود و هر دو خصم خشنودند.
من اینجا شدم قاضی، دو تا خصم، اون دوتایی که در ظاهر با همدیگه دشمن هستن، هر دو خوشحالن. هم چیزی اتفاق میفته. منم قاضی خشمالود و هر دو خصم خوشنودند که جانان، حالا یکی جانه این دوتا خصم، یکی جانانه، که جانان طالب جان است و جان جویای جانان است. که جان ذره است و او کیوان، که جان میوه است و او بستان، که جان قطره است و او عمان، که جان حبه است و او کان است. کان یعنی معدن، حبه یعنی یک دونه جواهر رو میگن حبه. سخن در پوست میگویم که جان این سخن غیب است. سخن در پوست میگویم که جان این سخن غیب است. نه در اندیشه می گنجد، نه آن را گفتن امکان است. خموش کن همچو عالم باش، خموش و مست و سرگردان. خموش کن همچو عالم باش، خموش و مست و سرگردان. وگر او نیست مست مست، چرا افتان و خیزان است؟ وگر او نیست مست مست، چرا افتان و خیزان است؟ یه غزل شاهکار از جناب مولانا، وقتی که همه اختیار رو، همه چیز رو در ید قدرت خداوند میبینه و در برابر او میگه من چرا بایستی حرفی برای گفتن داشته باشم؟ چرا بایستی؟ ببین اینا به این معنی نیست که ما کاری نکنیم. من همیشه وقتی که این حرفا رو میزنم بعد در ادامهش میگم این به معنی این نیست که ما کاری نباید بکنیم، دست از اقدام، دست از تفکر، دست از کاری که دستمون میاد برداریم. بلکه صحبت سر اینه که در یه افق بالاتر، از یه زاویه بالاتر، وقتی که تو داری عالم رو داری نگاه میکنی، میبینی که انگار اوست که بازیگردان همه این وقایعی که در این روزگار داره رقم میخوره. یه مقدار آدم آروم میشه. زنده باد. ممنونم از شما عزیزان.